سوال اول همین بود که میگفتین که شیطان از جن چی فرقی دارد؟ این سوال اول است. خب شیطان از جن چی فرق؟ دوم سوال شیطان ولی برادر دوم اینو بیان کنیم برای فراموش نشدن. شیطان صفت است، جن این جنسی همین مخلوق است. مثلا انسان ها، در بین انسان ها هم شیطان ها هست، شیاطین الانس و الجن. الله تعالی شیطان های انسی و جنی گفت. شیطان انسی را از شیطان جنی پیش ذکر کرد، برای آنکه ضرر شیطان انسی بزرگتر است از شیطان جنی. شیطان جنی ما نمیبینیم، اما شیطان انسی همون دوستتان رفیقتان بیاریم یا پیو زنیم کلیان زنیم بیاریم نارکوتیک زنیم میگفتگی همون آدم شیطان انسی، یعنی شما به کار گناه وسوسه میکنند. شیطان جنی یعنی همه جن ها شیطان نیست، خیلی که همه انسان ها شیطان نیست. یعنی همین انسان ها هم بعضی آدم ها لقب شیطان است، آدم است لقب شیطان است، یا میگوید که های شیطان میگوید، برای آدم های وسوسه به گناه میکند. کسی که آدم های به گناه دعوت کند و شیطان است، خواه انس باشد خواه جن. هست جن هایی که شیطان نیست، جنی مسلمان است، یا بعض آدم ها خواه جن ها کافر است ولی مردم را به گناه دعوت نمیکنه. یا آدم خودش کافر، یگان کسی به کفر دعوت نمیکنه، یگان کسی به گناه هم دعوت نمیکنه، به خودش آواره و هم نمیشد گفت شیطان. شیطان همون آدمی که یا همون جنی که وسوسه میکند دیگر شیطان ها و جن های به گناه کشاله میکند یا تیله میدهد. فهمیدید؟